درود به همه. یکی از روزهای تیر ماه 1403 در مسیر پیمایش مادون به روستای بیتکون برفسیر این ارتفاع 3500 دشت آلاله است و ما یه مقدار کمی برای دم کردن از این آلاله ها میچینیم، طوری هم میچینیم که قسمت های پایینش از ریشه در نیاد و دوباره رشد کنه. این یه جور هرس کردن هم هست که باعث میشه رشد اینها بهتر بشه. این آلاله های زیبا و تافته. روزتون خوش. بازم آلاله هم تو